شده 2560 نفر هستند که از این تعداد 1295 نفر در مراکز درمانی طی 24 ساعت گذشته بستری شدند. در حال حاضر تعداد موارد بستری در بخش مراقبت‌های ویژه مراکز درمانی 3168 نفر هستند که در شرایط نامناسبی هستند. براشون آرزوی سلامتی و بهبودی داریم و ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های داغدار متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 163 نفر از عزیزان هموطنمون را از دست دادیم که با این احتساب مجموع جانباختگان تا به امروز به 11571 نفر رسیده است. مجموع موارد شناسایی شده تا امروز 240438 نفر هست و تعداد بهبودی یافتگان تا کنون به لطف و مدد الهی و تلاش بی امان همکاران ما 201330 نفر هست. استان‌هایی که دیروز به عنوان قرمز و وضعیت هشدار اعلام کردیم کماکان در همین وضعیت هستند. فقط خوشبختانه استان‌های خوزستان، هرمزگان، کرمانشاه، کردستان یک روند کاهشی در آمار بستریشون ملاحظه میشه که انشاءالله با رعایت پروتکل‌های بهداشتی توسط شما عزیزان این آمار همچنان روند کاهشی خودش رو